متخصص پیدا شد که متخصص زور بود. بعضی اپراتسیون گذارم که $50,000 فایده تازه آورد. شما لباس مغازین دارید. شما میدونید که کلینتاتون هست که همین چیموکاسیون میآوردگیتون سرازو میخرند. چند تا که بیاری دیگر همش میخرند. شما نتاسته زکاس کردن میگیرتون کی میخواهد که کماندش به متخصص بهترین باشد. کماندش باشه نه؟ من نگاه کنید. چخیل میفهمیم که متخصص بهترین یا که سلاوینگ با تکوی. یک تا اینسترومنت هست نامش فیدبک. کلمه فیدبک که میدونن. نامم برای شما. نویستون فیدبک این обратный связь. روسیش کن. معلوماتی که از کارگر آگشته میگیرید. از کارگر از شناسو میگرفتگی چیز. فیدبک چی؟ حاضر من شما به فیدبک نمونهش نشون میدم شما میشنوید. فیدبک همین چیزی که حاضر استاد جمشید گفتگی شما گشته از شما میگیرم میفهمم که کنی شما چیو فهمیدید. خراشو؟ آماده همه. یکم چیزی که باشد من نگاه کنید. در آمدی حاضری نگاه نکردن چیکار کن گفتاسیان؟ کارگر نگیر. همین خطاگی مهم صنفی 8 حاضر خودتون صنفی 8 نگاه کنید. پرابلمی صنفی 10 حل کردن تون دکتر. مسئله صنفی 10 حل کردن تون دکتر. شما میگویید که من صنفی 8 من صنفی 10 متماتیک چه حساب کتاب میکنم چه ولی من توانایی مایده میگویدم. لیکن وقتی که شما صنفی 10 نشتون کو وقت میگذره. صنفی 10 به صنفی 10 حل کردنش آسان میشه اون وقت. برای همین پرابلم حاضر بودگیتون نبینیدون. پرابلم کارگر باز من کارخانه با 10,000 هم هست مثلا خودم هم 10,000 گرفتم و کارگر من 4,000 می 5,000 گرفتم اولیکم کم میشه گفته فکر نکنید. در کلمه یعنی و کارگر بیاد با فایده خودش میبره. قبول می؟ سوال شما با نماتون یا بودگم. رامیز ملادیس. سوالایی که گفتاسیان حقیقتا من به یک گپ هست. همین قاعده نگاه کنیدون. کی میخواهد که کماندش با دقت گوش کنیدون. کی میخواهد که کماندش با متخصص بهترین باشد. کماندش باشه نه؟ من نگاه کنیدون. چخیل میفهمیم که متخصص بهترین یا که سلاوینگ با تکوی. اینا فهمیدنش آسان با دقت گوش کنیدون. اگر آرزوهای همون کارگر مایده حق باشد و کارگری بزرگ نمیشه. اگر آرزوهاش کلام باشد اگر و کارگری زور. شما بسیارتر نگاه کنیدون پرسیدون آرزو چی گویدون؟ یعنی آرزوش فهمیده شما میفهمیدون و майда حق کلام می. روسی به یک گپ هست. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом میگه. یعنی شما آرزوهاتون یعنی خودتون هم هایکو майда حق باشد اگر بزرگ نمیشتون. در کراستم یا نه؟ یعنی نترسیتون اپراتسیون که برآمدم. یگان جای ترسش نیست. یگان جای همین روز من شما نشون میدم رفته استفاده میبرتون همین روز خودش میبرویتون. میخوایتون می؟ هست اینسترومنتو. این یگان چیزی که نه ماشین میسازی پارامترش نگاه میکنی یک تا آدم گرام میمونی و یا водителя. و ماشین هایکر برفتن میگیرن. شرط نیست که خدا در ماشین سازی با خودت ماشین هایکر گردی. شرط نیست. نوارد خودت های کنی که تو بیزنسمن نیست تو پروسته کارگر. فرقی صاحب کار و بیزنسمن میدونی تو چی با؟ کلمه نگاه کنید تو صاحب کار. همین ابیکنوینی دیگه آدم‌ها فرقش اینه که صاحب کار. دیگه کس جای کار اعلام کنه دیگه رفته دیگه کس دست به کار میکنن. صاحب کار چی؟ خودش به جای کار تامین کردگی 6 تا کار کرد. این صاحب کاری میشه. بیزنسمنی خودش به کار نکنه نشده کار. بیزنسمن جای کار ساخته داده نشده کار که دیگران کار کنن. بیزنسمن تشکیلاتچی زور. لیکن بیزنسمن کارگری زور نه. کی فرقش فهمیدوست؟ در کراستمی اما بار وقت‌تر همین سیستم کنیتون برویتون چند تا که بسیار در این سیستم میمونیتون کو همین قدر شما برابری و میشتونو حس نمیکردی میشتون همون خطاگیشه. از یک قاعده من نشون میدم میفهمیتون که درونی کارخانه بوده کمبودی کارخانه فهمیده نمیشه. برای همین حرکت کرده برآمدن دکو راهش هست من نشون میدم. یگان چیزی که نه دیگه کسا کرده تو نیست.
چرا یک دو آدم کار میتونی تو سومون کار نمیتونی؟ چرا؟ چی سیکرتش هست؟ سیکرتش هست نشون میدیم همشون با. یگان چیزی مشکلی نه. بعد تکنولوژی که ما نشون میدیم که از تکنولوژی که دیگه جو به خیلی خیلی ساده کردن نشون میدیم. میفهمید تو میگویتون که ها اصلا من نفهمیدم میگویتون. قبول؟ سر میکنیم. نگاه کنید تو. کمانده خراجات نه، کمانده سرمایه‌گذاری. کارگرها خراجات نه سرمایه‌گذاری. از کلمه نگاه کنید تو یک کلمه هست. خراجات هست، یک دیگه سرمایه‌گذاری هست. خراجات از سرمایه‌گذاری چی فرق دارد؟ کی گفته میتوند من بعد؟ برام. من در مثال میتونم بگم که ما وقتی کماندای ناو سابیرات کردنی بودیم برای جای کار تامین کردن متخصص پیدا شد که متخصص زور بود. من 20,000 تا 30,000 سوم کتی کار میکنم. لیکن حالا هم شرایط کاری برای کار هم آدم تیار نبود. لیکن برای همه آدم قبلی ایستادن ما همین مبلغ بر راضی شده قبلی ایستادن که مثلا یک ماه 2 ماه 3 ماه مبلغ کلام کردیم. چرا که استاد گفتن در حقیقت اینا خراجات نیست. ما همین کلینت همون کارگر قبلیدگی ما بعضی اپراتسیون گذارم که 50,000 دلار فایده تازه آورد. از 2 ماه بر اساسم 60,000 سوم باشه بعضی ایده داده که همه 30-40,000 دلار فایده آورد. این مثال. مالدیز. اوزی گفتن با ما پراتر کنیم میگیم. حقیقتا سرمایه‌گذاری فهموندم. نگاه کنید تو خراجات این معناش چی؟ خراجات کردی اکثر پول برافت گشته پول نآمد. این نامش خراجات. فهمیدیم من؟ اکثر پول برآمد لیکن گشته پول نآمد. این خراجات. سرمایه‌گذاری چی؟ اکثر پول برآمد لیکن چند قدر زیاد شده آمد که نامش چی؟ سرمایه‌گذاری. رازی چی فهمیدید می؟ یعنی شما همه خیلی کردنتون دکار که کارگروی هم همه خیلی گرفتنتون دکار، کماندتون همه خیلی آدمای جمع کردنتون دکار که پولی که وای میتونم که نبرات شما پول بسیارتر کرده بیاد. کلیچوای من داشتم با دقت شویتون. حاضر من شما بگم که با دقت کی چی بیزنس داره. من به یک کس مثال برم مثال میبرم. شما لباس مغازین دارید. مثال شما میدونید که کلینتاتون هست که همین چیموکاسیون میآوردگیتون سرازو میخرند. چند تا که بیاری دیگر همش میخرند. شما نتاسته زکات کردن میگیرتون می؟ کاستما ترکیه و آخر نتاسته زکات کردن میگیرتون می؟ با مثال دیگر کرونا ویروس با همه ماسکایی که خریدن یا تو ماسک سپیرتن. حالا اون چیزا وقتی که شما دونیتون که آدمو همه که خریده برفتن میگیرن نتاسته زکات میکنیتون می؟ چرا؟ چون که میدانیتون که ایشون گشته میگورن. اگر شما کارگرم همه سیستم کنیتون که نترسیده پولی خرجات کنیگتون بسیار کرده بیاردگر هایکو تست کلامش رفتن میگیریتون.